سلام علیکم، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوام یک کافه هنری و با صفا و باحالو بهتون نشون بدم که از قضا آب انبار بوده، اونم آب انبار وکیل. همین اول کاری هشدار بدم که یواش و با دقت از پله ها برید پایین، چون پله های بلندی داره. البته اومدن روی پله های اصلی پله شیشه کار گذاشتن که یکم کار آسون میکنه، ولی بازم دقت زیادی میخواد. این دری که ما قراره ازش بریم داخل، جالبه بدونید که در اصلی نیست، چون اصلا ورودی آب انبار اینجوری مستقیم نیست. اینجوریه که از پله وقتی میری پایین میپیچی سمت راست یا چپ و بعد وارد آب انبار میشی. اینجا هم که الان ورودیش مستقیمه، وقتی که کاربری آب انبار به کافه تغییر پیدا کرده، اومدن یه در ورودی جدید براش گذاشتن. کاربرد آب انبارها این بوده در قدیم که لوله کشی نبوده آبها، اینجا آب جمع میشده و تصفیه میکردن به روش خودشون. حالا تصفیهشون چی بوده؟ خیلی ابتدایی نمک پاشی میشده و بعد از اون میتونستن مردم بیان آبو بردارن. یک سازه معماری که کنار همه آب انبارها قرار داره، اگر تا حالا دقت نکردین بهش، دفعه دیگه هر آب انباری که رفتین رو نگاه کنین. یه بادگیر کنار آب انبار میساختن به دو دلیل. یکی اینکه هم آبو خنک کنه که خیلی هوشمندانه بوده واقعا، و دلیل دیگه‌اش این بوده که هوا جریان پیدا کنه و تهویه هوا داشته باشه. وقتی که بهتون میگم که آب انبار شده کافه، شاید با خودتون فکر کنید یه کافه کوچیک و تاریکه، ولی وقتی میرید داخلش نه تنها تاریک نیست، بلکه خیلی هم بزرگه و چه سقف بلندی داره. واقعا چقدر اومدیم زیر زمین، دقیق نمیدونم چقدر، ولی فکر کنم بالای 20 متر باشه ارتفاعش. و سقف هم که یک روزنه داره که برای نور بوده. آب انبارها هر سری میرم توی هر شهر میبینم، واقعا من شگفت زده میکنه. این معماری، این ساختار، این ارتفاعی که ساختن از زیر زمین همچین ارتفاعی رو بری بالا. اینجا علاوه بر اینکه کافه وکیل هست، گالری و موزه هم هست. یه سری اشیا دستساز میفروشن که اجازه نداشتم فیلم بگیرم. در پایان هم یک کاسه تبتی اونجا دیدم که سعی کردم صداشو در بیارم، ولی اصلا موفق نبودم متاسفانه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بقیه ویدیوهای کانالم هم ببینید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.